علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب و به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، علل خصوص برای بهترین و بالاترین نعمتش ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم. و امروز میخوام یک صحبتی داشته باشم درباره استقبال امام علی و اونم درباره یک موضوع خاصش و اونم درباره یک موزیکش. راستی یک 4 سال می شود یا 3 سال یا 4 سال می شود که همه موزیک را همه بگیم که آوازه تعقیب کردیستم، کنجکاو کردیستم تا حاضر را نیافتمش. باز ما اون نوارا میمونم پارچه خورده همه کسا تماشاش میکنیم، بعد صحبت دوام میتیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. نفری که آوازی تندری میگیم یا که آوازی میکروفونی داره، ایرا با فکر رو میشناسین. من یک نوار شدیدم بای حالش با مذاق میکده، دیگه سرانده ها رو بای مذاق میکده. آوازش آوازی خرواری، نامش سعیم مکرم شلانگفای شریفای هم خیلی نام داشته. ای اصلا رنگ همو نامی او یک نفریگه سید احمد ایکو، سید احمد خالف در تیمی غریب شوشونه. هم چند نفر را پرسیدم میگه هم قاو شمروای کی یا بیمانیه بیسپانتونیه اورم رنگ همیه سعیم مکرم و سید احمد. نامشون یک قد قامتاشون درازی تربه مانند، آوازشون هم بیمانی، راجشون هم خیلی. همین 2 نفر چند نفر پرسیدم نمیدونم بهای 2-3 شون دادن. خب به هر حال آوازی این نفره، آوازی این نفر بود که شما این صورت ببینین. اون خیلی بوچ تریاکی میگیره که تری غاوسی وایما ده هم لحظه گوره است کوی تری وایما که میگه جمشیدی حلیمه که در یک اعلان شون. من گفتم هم نوار درم جوانم که بسیار صفتی پست داشت، خیره نموندم برای شما ببینینش. نکی شاید زیاد نفرات دیدگیش باشین که یک پرچه نوار کردگیان یک 8 سال پیش یا 9 سال پیش هست. رادیو در تاری آواز وایما ایسو خالبدین مشرب شد چیزم داره یک تای فربیکش رنگ اومالی رامون ایکو خالمراد صدیق، خالمراد صدیق ایو طرف تاری وایما که میگه ده جمشیدی حلیمه یا سم آواز خیلی وایما میگیره در رادیو اعلان میکنن. یا هم خیلی کاگیه شلانگویف هم خیلی آوازی وایما قطعی اساسگزار این طرف اون طرف. بعد او پسی در پنهانش لگه اساسگزارش پیشوای ملت در پشتی در پنهانه که نوش خیلی وایما قد بگیرن، بعد موزیکا را سر بتن بدروا کن، بعد او طرف قطعی میدروه. دیدنش در همجا یک چیزی که دیدن که دخترش
چک میزنه رنگ موشک کو این تخمینه نمیای تخمینه خدا جان این چه روزی خوب بود من دگه جا خردی دگی مه و اینم بردم نموای برای اتای من قرصک بزنه نه خدا گفته است من رسید برای انا موزیکش باید بفهمم همین قدر گفتم پرسیدم حتی چند پروگرامیستی خوندگی را پرسیدم با چند جایگه را پرسیدن بعضی پروگرام‌های هسته که همین موزیکایی که هسته کو درباره این موزیکش گپ می‌رود پروگرام‌های هسته کو همین موزیک را در اون پروگرام می‌پرتوی دمی گوگل یا یوتیوب کجای دکی ای کدام جای گرفتگی باشه یا که سرودی کدام موزیک کدام باشه برای تو نشون میده همون پرتفتیم نشون نداد همین قدر پرسپوز کرده ما اینترستم برای چیه پرسجویم برای همین موزیکایی برای چی یک موزیک در نظر من یک موزیکای خودساخته های یعنی که از کجای دزدیدگیش نیستن این نگاهی ما کدامی که با بدونن در ذهن نوار بنویسن که ای کجای موزیک را گرفتگیان ای دستی کی گرفتگیان یا که موزیکای کیه ای نگاهی ما این موزیک را خودشون رفتن نام آهنگساز یا که موزیک نوازای دایره نوازا را میگن که برای امای رحمان یا موزیکای وایما بگی تیار که هم وقتی بایا زال میدرویا زالی تولوری هم قصرایی که دوران کو برای مجلس چایو که پیش همون شاگرداش طرفداراش هم موزیکا باشه حتی در میدان‌های ورزشی یا که ده‌ها شهرهایی که میره کو ولایت‌ها دا همین موزیکا قطعی تری وایما بدرودا ای باری بالا بگذار وقتی میگذره قولی نباید پشت جمع میکنن قولینایی که بر بالای گذاشته دیگه اون طرفه قرصک میزنن نگاه کن موزیکا برای من چی اینترست نداره یک موزیکای جنگاوری حتی ما ایروی فیلم ها نگاه کردم در کینوی رستم و سهراب انمی موزیکا کمتر شباهت داره مانندی داره گلیاتر چی یک کینوی دیگه است و نیفتمش فقط یگانه کینوی رستم سهراب کمتر یک مانندی داره همین موزیکا وایما دا نگاه که کینوهای جنگی دا قهرمانی دا این موزیکا در کاره برای چی؟ برای که یک سه قهرمان پیش دای ای پشت لشکر رو میدروین با میدان این موزیکا ای پشت میزنن که ای او طرف ای پهلو رقیب بترسه یعنی که وایما میسته یک دهشت یک بگیم که وایما و وهم در دل دشمنش که رقیبش جو بگیره ای اومالی رمان پیش مردم درو میسته یا بین مردم یا این موزیکا چی معنی داره و این قهرمانی کجاست چمپیون جهان نیست و این موزیکاش در دیگه کشورها مونده نمیشه تنها برای خودش و چی با مونده شود باید اصلا چی با صلوات آیات‌های قرآن یگان نشیدهای اسلامی مونده نشود فرزند مسلمانه کو 4 بار خانه کعبه را زیارت کرده 6 بار خانه اویس قرنی او خوالینگ دا آرامگاه شو که مزار او را زیارت کرده 8 بار مزار میر سعید علی حمدانی را زیارت کرده 10 بار آرامگاه یا مزار لنین را زیارت کرده بعد 3 بار دیگه مزار اسلام کریم را زیارت کرده خوب گنده چه خیلی میشه موزیکش مونن 498 یا 99 مسلمان در روی ورق را قبول کرده گیان شما بگیرین چی با موزیکش مونن فرزندی مسلمان ای کو نگاه کنین همی موزیکا یک خاصیتی داره که واقعا برای بعضی ها لازم هست برای بعضی ها و در بعضی جاها لازمه و برای عمومی در این حالت هیچ ضرورت نداشت خیلی نامش گرفتن ده خیلی که وایما گرفته همی توربا آواز یا که تندر آواز یا همی میکروفون قپکه یعنی اون فکری بزید نکنین بلنگویه کنه با تاجیکی او میکروفون قیمت های برای اون در دستش میگیره در هر جا همی آوازی همی میبرویه برای او بعضی جا ده همی میکروفون های ارزانه که بعد کار نمیکنه پدودید میکنه این بقواتو هم قیمتاش در دستش میگیره در پشت یکون جوگا میشوه ایو طرف میگنش که سرش که اومده است میدروی در بعد میگیرش انا نگاه کنید موزیک در بعض جاها لازم هست
در بعضی جاها در بعضی آدم‌ها در بعضی حالت‌ها لازمه نه که در همجایی که لازمیت من نمی‌بینم هیچ شرطی نمی‌بینم خیلی اومد و خینم بیا بدرویا اینا بیا دم زل بیا بدرویا تالاری ورزشی باشه میدان باشه بیا بدرویا خی به موزیک نام شگرف بس خی این بعد موزیک این باید موزیک گام اونا نایپشتش گیمن سرود ملی یعنی همه او میگه که رقص باشه سرود باشه همه کارش با موزیکه در ذهنش ما نمیاد کمی در سر طبقه یا که سر دسترخوان خونه‌اش وقتی میاد میدونه نه هفت دختر هفت داماد 25 نبیره داره اما همه شتایی باشن بعد بیا باید که همه کسا جو بخزن یک نفر اون طرف نامش بگیره و بعد موزیک اون بعد بیا سر دسترخوان میشینه یا که تولد هم همچنین موزیک خدی بدوره ببره و همه کارش با موزیک نباید باشه این موزیک را ما حیران میشم که ای کجا گرفته و چی بموندم اما بعضی کینوها دم هسته که کینوی بریگادا و پولاد آلندار و یک کینوی دیگه هسته تری بخچون هندیسکی موزیکوی مخصوص دارن و اکتیورن تا مسخره باز بگم اکتیور بگم ولی خفه میشه که واقعا تو مسخره باز یه لحظه های شرمندگی ایته در توی ها دا نگاه کنید یک چی دیگه زد توی ها دا یک موزیکای من همون موزیکا را میمونم نگاه کنید شما هموطنان بعد خلاصتون رو ببرین که امی ای کجا چیکار من این موزیکا را میمونم ویدیوش نمیمونم به خاطر خانه دار ایشون میته داماد عروس ایشون میته خوب نیسته اما موزیکاش شما گوش کنید خودتون میفهمید که موزیکا برای چیه و چی معنی داره خوب تماشا کنید چی گوش کنید میفهمید چی معنی داره بس الان فکر که فهمیدین میدونه چی معنی داره با این در هر طرف نیست در تاجیکستان در یک منطقه شای وابسته به یک منطقه شهرش بتون مگر شاید بعضی ها نفهمیدن که چی معنی داره این موزیکا بعضی ها فهمیدگی برای که در یک منطقه تاجیکستان چیز هست موزیکایی هست که در یک محله توی میشه و یک نفر میاد در وقت گوش سراینده میگه که بگیرش که اومده است شاه دومود اومده بعد این سرش میکنه شاه اومده موزیکای همو بود بعد شاه میاد این موزیکا باید باشه اما همو محله ده کودک زن مرد پیر جوان میدان گردی سراینده دیو که همو محله ده همو میدانک ده حلقه میزنن جداد میکنن که شاه وزمیا میبینیمش این ما با او موزیکای اومانی رامون چی کردستم مونان کردستم که اکو اینجا خیلی دوماد میاد یا خرسندی یا که میدان مردم میبینش موزیکا تشویق به همون میکنه تبلیغ میکنه که اومده است تو شاه نیستی اخی تو خیلی او پرزیدنتی نام تا گرفتن اومدی تمام بیا منبر ایت و همون میکروفون ایت با همین توی ها دا ولی اون موزیکاش نمیمونم خیلی دیگر زیاد نشوه که با بعضی ها را ناراحت کنیم یا موزیکای دیگه های سرشویان یک لطه میخپن عروس باید بتایم در بشینه نیم ساعت یا که 20 منوت سرشویه شونه میکنن میبرن میرن یا موزیکا دارن بایدن میگن بعضی جاده سرشویان موزیکای عالمی های موزیکای مخصوص برای همون عروس های نکی برای سرشویان این موزیکاها بخه چون او پیشتره گفتن که بعضی جاده موزیکاها هم درسته چیش جای موزیکا موندن و وقتی هسته که و اشاره های تبلیغ یک بگیم که نشان دهنده یک چیز هست به یک طرف یعنی دلالت میکنه راهنمایی میکنه
انمی سرشویان دا سرتروشان دا سرتروشان میکنن ایش بفهم که در همه منطقه است خطا نکنم موزیکای مخصوص دارن یا که وقتی شه عروس باید که بگیره ببره به خونه خودش میان سرانده را میگن که بگی که عروس میبره بعدی سرش میکنه برارش که شمالش زنه یا که یک چیز دیگه میگن یا باید دیگر هم میگن بعدو میگیره عروس و میبره موزیکایی که گفته سم کو این دلالت میکنه نشان دهنده یک چیز هست آدم یک چیز میفهمه برای در محلهایی که توی میشود دینامیکو دارن بعضی در خونه شتگه یک میبینی که موزیکای سرشویان شد ای بدوین که سرشویان سر شد ای بدوین که سرتروشون سر شد ای بدوین که عروس اومد ای بدوین که شه اومد بدوین که عروس بردن حتی در آخری توی چی میشود شب خیر اما موزیکش سر میکنن الکی مردم پراکنده میشه دیگه نیاز نیست که برین آفیزا رو بگه بکش اسبابو تا برین مردم نه اما موزیک رو میزنن مردم خودشون میرون فهمیدین این چند تا مثال های آوردم که بیانمالی همون ربط داره خیلی او آمد موزیک قطعی رفتنش نمیدونم به موزیک بود من رفتنش اصف ندیدم که شب خیرش بخونن و فکر که عیبه برای شب خیر بخوندن شب خیر به مانند استعفاء یعنی که اومدش در وایما اما رفتنش یعنی که شاید بعضی فکر میکنن که ایرای منصب رونده کردن ایرا با تنتنه گسیل کردن ای منصب برای ما شب خیر ندارن شب خیر این بعد از سرنگونیش با فکر میشود همین قدر سراینده ها کم سراینده هایی که در حق یمی یا در وصف یمی شعر سرود با موزیک نگفته باشن میدونی نه مردش زندهش سراینده ها گفته اند بس نیست که تو باید قدم زدگی باید موزیک باشه قدم زدگیش باید موزیک باشه این رقص بازی بس نبود در اینجا من سخن هموطنان گرامی به پایان میرسانم و از شما فقط یک خواهش دارم که اگر کسی همین موزیک را که من موندم در اول برای امالی رحمان همین را بدونه در صفحه ما یا که در زیر همین نوار بنویسین که همین موزیک ای کجا گرفته شد برای چی ای من هیچ نفهمیدم میره فقط با میگم که موزیک یک وایما یا اون قهرمان یا اون گارین یا اون چمپیون اومده است یا موزیک باید وایما باشه که مردم بترسه که مردم یک احساسی چی کنه یک بزرگوار اومدن شکنه اما این نه بزرگواره نه قیمت داره نه قدر داره نه آبرو داره خیلی این موزیک به هیچ درست نمیگیره برای همین من این موزیک را گفتم یک برای شما نشون بدم یا چند نقطه هم دربارش صحبت کردم در اینجا من صحبت به پایان میرسانم شما را به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.